خب شما اخبار اینترنشنال رو نگاه میکنید. من گلاره هان هستم در خبر اینترنشنال. خب آقای عباس عراقچی با وزیر خارجه پسر شجاع آقای شیپورچی دیدار و گفتگو کرد. آقای شیپورچی در این دیدار ابراز محبت کرد و ابراز امیدواری کرد که بتونه با عباس عراقچی یک مقداری گفتگو بکنه و روابط خودش رو تحکیم ببخشه. آقای شیپورچی در کارتون پدر پسر شجاع وزیر خارجه ایشان هست. عباس عراقچی گفت که ما امیدواریم که بتوانیم دیدارهای خوبی با همدیگه داشته باشیم. خب خبرهای اینترنشنال رو با ما دنبال بکنید.